آقای خباس، آقای افتخار دادید، شیرنی میوه چای. سلام قربان، خیلی خوش تشریف خیلی خوب. بفرمایید، تمنا میکنم. بفرمایید. اومدم قصه یکی از وامامو پرداخت. کدوم وامتون قربان؟ من چند تا وام یه لحظه خانم، یه دقیقه قابلی نداره، اصلا بانک مال شماست. جناب خباس 32 تا وام دارید. 5 میلیاردیه. 5 میلیاردیه. وام 2 ساله‌ای بود که شما 3 سال پیش گرفتید. میخواین چند قسطشو بدین؟ یه 3 قسطشو از این حساب بریز رو. یکی هم کفایت میکنه؟ نمیخواد بعدا نمیخواد بگه آی دیر اومد. من در خدمت شما. یه وام 30 میلیاردی میخوام زنگ زدم به این همکارتون، میگه ضامن ببری 30 میلیارد. من ضامن غلط کرد. نمیدونم اگه اینجوریه که من کل سرمایه رو بگیرم و من بهش جوگه بانک مال شماست، اصلا نفرمایید قربان. آقا تشریف داشتید، افتخار میدید. جدی میگم. این کارمند دوتام میگم ما ارث پدرش بودیم، اینجوری نگاه میکنی یعنی این نه بابا این دیگه نگاه نکن.